یه روز یه دانش آموزی که خیلی هم جسور بود اومد پیشم. یه دونه خودکار دستش بود، هی خودکار رو رها میکرد برش میداشت، رها میکرد برش میداشت. بعد یهو پرسید چرا من خودکار رو ولش میکنم میفته؟ گفتم خودت بگو. گفت به خاطر قانون جاذبه. گفتم بسیار خوب، جاذبه. بعد گفت چرا ماه دور زمین میچرخه؟ گفتم اینم خودت بگو. گفت خب فکر میکنم اینم به خاطر جاذبه زمین هستش. گفتم بسیار خوب، نظر منم همینه. بعد یهو در اومد گفت چرا ماه روی زمین سقوط نمیکنه؟ گفتم نمیدونم والا. بعد گفتش که چطور جواب سوال منو بلد نیستید؟ شما که ادعا میکنید کارگاه پرورش اندیشه خلاق تدریس میکنید، چطور جواب سوال منو نمیدونید؟ گفتم ببین، من جواب خیلی از سوالا رو بلد نیستم. چیزی که من میدونم راه پیدا کردن جواب سوال ها هستش. گفت حالا این راه پیدا کردن جواب سوال ها چیه؟ گفتم روش تداعی. با روش تداعی میتونیم جواب سوالاتمون رو پیدا کنیم. بعد گفت این روش تداعی چی هست؟ میشه زودتر بگید؟ گفتم از حالا به بعد هر وقت که یاد سوالت افتادی، همون چیزی که تو رو یاد سوالت میندازه و یا نتیجه‌ای که از اون میگیری جواب هستش. گفت مطمئنی؟ گفتم میتونی امتحانش کنی. چند وقت بعد که با پدرش رفته بود پارک، یه نفر رو دیده بود که یه زغالگردون دستش بود و داشت اونو میچرخوند و با اینکه در سبد زغالگردون باز بود ولی زغالا خالی نمیشد. اینجا بود که یاد سوالش افتاد. گفت زغالا نمیریزن از توی سبد به خاطر اینکه دارن میچرخند. پس ماه روی زمین سقوط نمیکنه چون در حال چرخیدنه. چند وقت بعد به محض اینکه رسید خونه، خواهرش رو دید یه دونه ماژیک برداشته، اونو بسته به یه نخ و همینطور میچرخونه. خیلی واسش جالب شد. رفت جلو و ماژیک رو از دستش گرفت. ماژیک رو گرفت بالا، رهاش کرد. دید ماژیک افتاد. ماژیک رو شروع کرد چرخوندن. دید ماژیک نمیافته. اینجا بود که باز یاد سوالش افتاد و با خودش گفت ماژیک نمیافته چون در حال چرخیدنه. پس ماه روی زمین سقوط نمیکنه چون در حال چرخیدنه. و اینجا اونجا بود که جواب قبلی که داده بود به سوالش تایید میشد. اما به همین جا هم اکتفا نکرد. ماژیک رو باز رها کرد، دید میفته. ماژیک رو چرخوند، دید نمیفته. سرعت رو کم کرد، دید میفته. سرعت رو افزایش داد، دید نخ پاره شد و ماژیک رفت. اینجا از خوشحالی داشت دیوونه میشد. چرا؟ چون جوابهای تازه تری برای سوالش پیدا میکرد. اینجا اینطور نتیجه گرفت که ماه توی سرعت خاصی دور زمین میگرده که اگه این سرعت کم بشه ماه روی زمین سقوط میکنه و اگه این سرعت از یه حدی بیشتر بشه ماه از مدار زمین خارج میشه. چند وقت پیش که این دانش آموز رو دیدم با خوشحالی داشت از جوابهایی که برای سوالش پیدا کرده بود میگفت. بهم میگفت امروز دارم به مفهوم خلأ فکر میکنم. امروز دارم به این فکر میکنم که سرعتی که ماه دور زمین میگرده چقدر هستش. میگفت دارم فکر میکنم به این که ماهواره هایی که در مدار زمین قرار میدن با چه سرعتی رهاشون میکنن که از حرکت باز نمی ایستن و به بسیاری از سوالهای دیگه. حتی میگفت دیگه درسایی مثل ریاضی، فیزیک، شیمی، علوم منو خسته نمیکنه و از خوندنشون لذت میبرم. راستی چرا اینطوری درس ندیم توی مدرسه؟